سلام بینندگان عزیز، امیدوار هستم که جور آرام باشین. خوشحال هستم که امروز خدمت شما یک برنامه تازه در مسیر مهاجرت جور میکنم که راجع به یک رشته بسیار خوب خدمت شما تشریح میکنم که شما از ما سوال کردین. تشکر از همکارای ما که پشت صحنه کار میکنن. رشته که امروز هم احتمالاً خاص است برای خانم‌ها، رشته معلمی کودکستان است که من اکثرا سوال برای من می آمد که ما چطور شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، چرا باید شروع کنیم. تحقیقاتی که ما انجام دادیم این رشته در کانادا در حال صعود است. به خاطر ازی دلیلش است که اکثر مردم فعلا کسی ندارن داخل خانه‌شان که طفلا رو نگاه کنه، باید طفلایشان بره به کودکستانا و در کودکستانا تعداد استادا هم نیاز است که باید اضافه شود مساله، چون جمعیت زیاد میشه. به این خاطر یک تقاضای خاص برای این رشته وجود داره. شمایی که تجربه قبلی در افغانستان دارین، کار کردین در بخش کودکستانا یا هیچ تجربه ندارین، مشکل نیست، میتونین که ببینید تجربه شروع کنین. ولی لازمیش است که شما یک حداقل یک سرتیفیکیشن یا یک دیپلم داشته باشین که بین 6 ماه تا 1 سال 1.5 سال وقت میگیره نظر به تایمی که شما دارین. همکارای ما مطالعه انجام داده، معاش ساعتوار این رشته چیزی حدود $25 است در شروع، ولی بعد از اینکه تجربه کاری بیشتر میشه این رشته خوبتر و بیشتر میشه و اضافه تر میشه. و برای ورود برای رشته شرایط خاصی وجود نداره. اگر شما لیول انگلیسیتان 4 است یا 5 سیلوی، یا وقتی که شما در کانادا میایین یا در امریکا یا هر جای دیگه شما یک تست انگلیسی میگیرن. اگر لیولش 4 یا 5 باشه شما میتونین یا یکی صحبت کرده بتونین، خلاصه خوانده بتونین به انگلیسی و صحبت کرده بتونین. این رشته بر شما هست. و یک گپ خوبی دیگه که این رشته داره از نظر تجارتی است که شما میتونین بیزنس خود وقتی که جواز کار به مثابه استاد کودکستان بگیرین، یک 6 ماه 1 سال تجربه بگیرین، بعد از اون میتونین که شما خود راجستر کنین و کمپانی خود باز کنین در خانه خودتان یا در محلتان، در هر جایی که نیاز است به حیث مسئول کودکستان عمل کنین، اساتید دیگر استخدام کنین و کاروبار شخصی را بندازین. در اینجا ما مطالعه انجام دادم، چیزی حدود 50% یا 60% مارجین بنفیت داره یا امو درآمد پول برای جیب شما میایه برای اینکه شما مصارف خود میکشید. به این خاطر شما برای ایجاد کمپانی ضرورت به تشویش نداشته باشین. تنها یک کمپانی بس به شکل فدرال یا در سطح آنتاریو باز میکنین و میتونین خدمات ارائه بکنین، جواز که قبلا گرفتین. و اگر بخواین که نه هیچ کار شخصی نکنین، کمپانی نداشته باشین، در محله‌تان یا در ولایتتان هر جایی که کودکستان هست شما میتونید مراجعه بکنین، یا در پهنتون، کالج یا نهادهای تعلیمی که شما درس رشته Early Child Educator هم میخوانین یا Early Child Education هم میخوانین، اونا هم پوسترهای کاریابی دارن، بخش کاریابی دارن، براتون کمک میکنه. اگر خواستین که از تیم ما پرسان کنین و ما برای شما معلومات بدیم، در اکادمی کلاین چویس ما در خدمت شما هستیم، راهنماییتان میکنیم تا اینکه شما معلومات کافی و کلی در قسمت Early Child Education یا Educator دریافت کنین و باشه که این مسلک یک آینده خوب برای شما رقم بزنه و به عنوان استاد یا معلمی کودکستان برای نمره اطفال کار کنین و آرام آرام این شرایط به شما مساعد میکنه که برین معلم مکتب شوین، دوره ابتدایی، لیسه و می شکل در بخشای دیگه. شما و خانمایی که اکثرا در افغانستان استاد بودین در مکاتب، استاد کودکستان بودین، مدیره بودین و سرمعلم یا در سکتور تعلیم تربیت کار میکردین، بیشتر برای شما این زمینه رو میسازه. و یا همگی بالاخره اطفال معصوم هستن و همگی میخواد با اونا کار کنه و یک بخش عظیم نیروی کاری در کانادا در این بخش مصروف است. شمایی که قبول شده کانادا هستین، پیار دارین یا شهروند از این کشور هستین، این فرصت برای شما هست. دولت برای کسایی که میخواد درس بخونه هزینه یا کمک هزینه برایشان میده، یک نمونهش اوسپ است و گرانت های دیگه هم هست که اونا میتونن استفاده بکنن. سوال داشتین ما در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم که این برنامه کوچکی که ما برای شما میسازیم معلومات اندک خدمت شما اضافه بکنه و این باشه که برای اگر شما تغییر مسلک میتین براتون کمک کنه یا اینکه شما میخواین
این مسلک به عنوان استاد در کازاکستان شروع کنین. اقدام عملی همی امروز انجام بدین. اگر سوالی بود، موردی بود، ما در خدمتتان هستیم. در کانادا بحث ایژوکیشن و داشتن معلومات مالی به اندازه مهم است که ما از نظر اقتصادی خود معلومات ما را بیشتر کنیم و از نظر تعلیم و تربیه تا اینکه زندگی ما بیشتر رونق بگیره به مسابقه کسایی که ما تازه آمدیم. و وقتی ما تازه میگم یعنی حداقل شما 3 تا 5 سال میشه که اینجا آمدین، ولی بعد از او آرام آرام شما مسیر خود پیدا میکنین یا مشوره میکنین. بر اساسش در سالهای اول باید ما مشوره کنیم و این مسائل یاد بگیریم. تشکر از شما که برنامه ما را میبینین. نقد شما، کامنت شما، نظریاتتان و انتقاداتتان باعث پیشرفت ما میشه. سلامتی.